در زمانهای خیلی دور سرزمین پهناور ایران زیر سایه‌های سنگین تاریکی فرو رفته بود. اهریمن که نماد همه بدیها بود با ارتشی از دیوهای ترسناک به زمین حمله کرد. همه جا از دروغ و نفرت پر شده بود. شبها صداهای وحشتناک دیوها آرامش رو می شکست و هر روز نور کمتری به زمین می رسید. مردم با ترس به آسمون نگاه می کردن، چرا که هر شب طولانی تر و تاریک تر می شد. نوری که زمانی نوید زندگی می داد حالا تبدیل به یک رویا شده بود. اما در طولانی ترین شب سال یه اتفاق شگفت‌انگیز افتاد. در غاری در کوههای البرز، جایی که فقط نور ماه راهنمایش بود، صدای امید شنیده شد. از دل سنگ‌های سخت کودکی با چشمانی مثل خورشید زاده شد. این کودک مهر، ایزد نور، با پوستی که مثل طلا می‌درخشید و لبخندی گرم به دنیا آمد تا نوید روزهای روشن‌تر رو بده. این تولد شروعی بود برای پایان دادن به حکمرانی تاریکی. مهر خیلی زود بزرگ شد. با هر طلوع خورشید قدرتش بیشتر میشد. در غارهای تاریک از استادای قدیمی نه تنها جنگ، بلکه صلح، دوستی و دانش ستارگان رو هم یاد میگرفت. مهر سلاحاشو از نور ساخت. یه شمشیر بزرگ که با هر ضربش نور میپراکند، تیر و کمانی که تیرهاش دروغ رو هدف میگرفت و خنجری که هر جادوی سیاهی رو بی اثر میکرد. مهر با دانش و خردش برای یک نبرد بزرگ آماده شد. روز نبرد فرا رسید. در دشت‌های پهناور، جایی که بادهای سرد می‌وزیدند، مهر با اهریمن روبرو شد. دیوا با چهره‌های ترسناکشون به سمت مهر حمله ور شدند، اما مهر با آرامش و قدرت با هر حمله با نور پاسخ داد. هر ضربه شمشیرش موجی از روشنایی بود که به دل تاریکی می‌فرستاد. در یکی از نبردها مهر به غاری عمیق و تاریک رفت، جایی که اهریمن پنهان شده بود. در این غار مهر با تمام قدرتش مبارزه کرد. با نورش دیوار رو نابود کرد و در نهایت به اهریمن رسید. این نبرد بین نور و تاریکی بود. نبرد بین حقیقت و دروغ. مهر با یک ضربه نهایی با شمشیر نورش اهریمن رو شکست داد و با فریادی از پیروزی تاریکی رو برای همیشه نابود کرد. با شکست اهریمن نور دوباره به جهان بازگشت. شب یلدا که نماد روزهای بلندتر است، نشانه پیروزی مهر بود. از آن روز به بعد مردم با شادی و امید شب یلدا رو جشن میگیرن، چون که میدونن این شب پیروزی نور بر تاریکی است.